این خوشحال‌ترین شهر دنیا است. اینجا آغوس است، در دانمارک است. شهری که زمان یک قریه کوچک و وایکینگی بود، حالا دومین شهر بزرگ دانمارک شده است. با اینکه جمعیتش کمتر از 300,000 نفر است، آغوس شهر پر جنب و جوش زنده است. از کوچه‌ها، قهوه‌خانه‌های دانج، محله تاریخی لاتین گرفته تا ساختمان‌های بلند و مدرن امروزی، آغوس شهر بسیار پویا و زنده است. با موزیم‌های درجه یک جهانی مثل موزیم مشهور آغوس، چیزهای زیاد برای دیدن و تجربه کردن در این شهر وجود دارد. طوری که آدم احساس می‌کند در یک پایتخت کوچک قدم می‌زند. آغوس همچنان یک شهر واقعی محصلان است. به همین خاطر فضای آن بسیار جوان و پر انرژی است. چیزی که من واقعا در مورد آغوس دوست دارم این است که در اینجا همیشه نزدیک طبیعت هستی. از مرکز شهر تا جنگل‌های سرسبز یا ساحل‌های زیبا تنها 10 دقیقه فاصله است. در شهر بایسکل‌ها را بیشتر از موتورها می‌بینی. شاید تکراری به نظر می‌رسد، ولی آغوس واقعا یک شهر بسیار امن است. تعجب ندارد که آغوس بار دیگر لقب خوشحال‌ترین شهر جهان را گرفته است. و من فکر می‌کنم حتی بعد از چند روز ماندن در آغوس خودم را شخص شادتر احساس می‌کنم. اگر قصد آمدن به آغوس را داری، کانال من را سابسکرایب کن و ویدیوی کامل را در کانال نگاه کن.